میکنیم. روز پرکار رئیس جمهور در استان گلستان. خط آهن مشترک ایران، ترکمنستان و قزاقستان در مراسمی با حضور رؤسای جمهور سه کشور در مرز مشترک ایران و ترکمنستان به بهره برداری رسید. آقایان روحانی، قربانقلی بردیمحمدوف و نورسلطان نظربایف سپس با حضور در نشستی خبری بر توسعه روابط همه جانبه در همه زمینه‌ها تاکید کردند. بهره برداری از راهن بین‌المللی شرق دریای خزر و دومین کریدور آسیای مرکزی به خلیج فارس امروز با حضور رؤسای جمهور سه کشور ایران، ترکمنستان و قزاقستان آغاز شد. که کشورهای آسیای میانه و قفقاز رو از طریق خاک کشورمون به آبهای آزاد خلیج فارس و اروپا متصل می‌کند، قرارگاه خاتم الانبیا اجرا کرده است. اینا همین الان داره 9 تا کانتینر داره میره صادرات. با افتتاح رسمی راهن بین‌المللی گرگان به این چوبورون و کشورهای ترکمنستان و قزاقستان، این نخستین حمله بار از کشورهای آسیای میانه هست که وارد کشور ما شده. رئیس جمهور در آیین بهره برداری از این خط بین‌المللی ریلی که در نقطه مرزی ایران و ترکمنستان برگزار شد، امروز را روز مهم و تاریخی برای این کشورها خواند. راهنی که میتونه کشورهای بزرگی مثل چین، مثل روسیه، مثل پاکستان، مثل ترکیه، مثل عراق و از طریق خلیج فارس و دریای عمان به دیگر کشورها متصل بکنه، امروز برای ما اهمیت فراوانی داره. این کریدور ریلی که به منظور توسعه مبادلات تجاری بین ایران، کشورهای آسیای میانه، چین و روسیه ایجاد شده، 926 کیلومتر طول دارد. 80 کیلومتر از این خط آهن در ایران، 700 کیلومتر در خاک ترکمنستان و 146 کیلومتر در خاک قزاقستان است.